حضار محترم امروز من وضعیت رو خیلی زود و تند و سریع خلاصه میگم، توضیحات مفصل بسیجی فهم دیگه نمیدم، میذاری برای جلسات اندرونی. بدیم بیا سوالا رو. عرض سلام و احترام دارم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی اعلام کرده نه تنها نگران برنامه هسته‌ای ایران بلکه نگران نقض حقوق بشر و حمایت اونها از فعالیت‌های تروریستی هستیم. پاسخ رو در برابر این اظهارات می‌خواستم بدونم. متشکرم. کلا هر کاری کردیم که جلو دنیا آبروداری بشه، با وجود مشنگایی مثل ظریف و الاغچی و اینا، از اونی هم که بود بدتر شد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه تو پاساژ داشت راه میرفت، یهو خورد به یه نفر، طرف افتاد زمین، سری را بلندش کرد، گفت ببخشید، دستشو گرفت که بلندش کنه، دید از این مجسمه هاست که جلو بوتیکا و مغازه میذارن. اطراف رو نگاه کرد، یه رو داره بهش نگاه میکنه و پوزخند میزنه، لبخند تمسخرآمیز. بهش گفت خب چیه خنده داره؟ فکر کردم آدمه. یارو چیزی نگفت، دقت کرد مشنگه، دید اونم مجسمه است. دوباره اطراف رو نگاه کرد، دید یه سری دلشون رو گرفتن، دارن به وضعیت نظار این بدبخت بیچاره میخندن. چون نمیدونست کی مجسمه است کی نیست، خفقون گرفت. حکایت همین وضعیت ظریف و الاغچی و از این حرفاست بعد مذاکرات که تو بلبشوی نظام الان دیگه نمیدونن کی باهاشونه کی نیست. همینه که شیخ فری هم آمپر چسبونده و جیغش در اومده و میگه به جهنم به جهنم، یعنی درخواست ملاقات با امام میکنه. گویا دلش به درد اومده. آره دیگه، فکر میکنه هر وقت تو زندگیش یه روزنه امید پیدا میشه، یه پتروس فداکارم تو اون جنا پیدا میشه که انگشتشو میکنه تو این روزنه. مخصوصا این روزا که بدبختی ها همزمان ریختن رو سر نظام، از عراق بگی اون لگدی که نظام خورده تا مذاکرات تا همین داستانا که شما گفتین و من دیگه نمیگم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رو برق سفاز گرفت، بلندش که پرتش که یه گوشه ای، بعد که بلند شد خودشو تکون گفت نامردا اگه راست میگین یه فاز بیاین جلو. سوال بعدی. خسته نباشید. سیف هستم، روزنامه آرمان. سوالی که این مطرح هستش، آقای ظریف چندی پیش توی مصاحبه‌ای گفته بودن اوایل سپتامبر شهریور ماه احتمالاً مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته میشه و دوباره ادامه. آیا تا الان خبری هست در مورد مذاکرات کارشناسی یا اینکه مذاکرات به اصطلاح رؤسای دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه یا اینکه برنامه‌ای هست؟ تا حالا این ظریف مشنگ همه جا میگفتش که عظما تو ریز جریانات هستن. الان رئیسش داره زیراب عظما رو میزنه با 2 چوبم روش. علتش هم اینه که زهر این دفعه تا دمدمای تموم شدن رفته بود. یهو اون داستان 190,000 سو و لنگ و لگدای عظما این وسط پیچ انداخت تو کار. از اون طرف هم خیال شیخ فری و حاجی رفسنجانی راحته که عظما چاره ای نداره، آخرش هم با هر هارت و پورتی که باشه مشتری همین جام زهره. بنابراین زبون درازی میکنن مثل چی؟ این دفعه که اصلا ظریف دیگه چاک دهن رو کشید و تو اعتراض به مقام عظما گفت استبدادی و از این حرفا. آیا پاسخی به این اعتراضایشون داده؟ نه بابا، بدبخت بیچاره چه پاسخی بده؟ تازه اون لقدرم خورده تو عراق که دیگه پاسخش اصلا در نمیاد. از هر طرف که میچرخه یه چیزی میخوره تو پوزش. اگه درد رو برعکس بکنی بازم درده. اونایی که باید مرهم میذاشتن رو دردش حالا خودشون شدن دلواپس و ریزش کردن. درمانو که برعکس بکنی میشه نامرد، یعنی همین بلایی که سر این بدبخت بیچاره عظما آوردن. حالا اگه کوکاکولا رو برعکس بکنی چی میشه؟ میریزه زمین. خواستم بدونی که هر چیزی رو نمیشه برعکس کرد، وگرنه یه کمی شل بگیری فردا مقام عظما رو میخوان کله پا بکنن. در مورد این موضوعی رو اعلام کرده. متشکرم. زدن زیراب عظما رو میگی؟ بله. نه دیگه نمیشه. تو ظاهر همه میگن رأس نظام از این حرفا، ولی طلسم ایشون شکسته در حد گوشت کوبیده له و لورده شده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت لوازم و تحریری، گفت آقا کارت پستال تو تنها دوست منی دارین؟ طرف گفت بله. گفت خب پس 12 تا بدین. حاجی رفسنجانی یار غار عظما بوده
ولی الان اینطوری دارم میزنم به تیپ هم که در جریانش هستی. یارو با دوستش سوار ماشین بود، رسیدم به ایست بازرسی، گفت خوب نیست ما دوتا رو با هم ببینن. دوستا رو پیاده کرد، گفت بازرسی رو پیاده رد کن، بعد ایست بازرسی وایسا، من که با ماشین اومدم دست بلند کن بگو تجریش، اون وقت منم سوارت میکنم، همه چیزم عادیه. طرف یادش بگه تجریش، گفت ونک، مشنگم گفت شرمنده، گازو گرفت رفت، طرف هم سوار نکرد. خلاصه این دوتا بدجوری از هم جدا شدن. مقام عظما شاهدن که یه دست صدا نداره مگر اینکه بشکن بزنه که دیگه بحث میکشه به جای باریک. یه گله ما از وزارت خارجه داریم. بعضی از دوستان خبرنگار امروز میگفتن که از وقتی که مسائل 5+1 مطرح شده، جناب آقای وزیر خارجه و معاونین خبرنگاران خاصی را فقط با خودشون اونجا عرض کنم که همراهی کردن، در صورتی که باید به نوبت باشه، عدالت برقرار باشه و تبعیض نباشه. در این صورت هم لطفاً عنایت بفرمایید، انشاءالله بعد از این تبعیضات از بین بره و به نوبت خبرنگاران را عرض کنم که با خودتون یا با وزیر خارجه به خارج از کشور برای تنظیم خبر بفرستید. ببین کسی تا حالا با خودش شعور رو نبرده به گور، برای کی نگه داشتی؟ خب استفاده کن ازش دیگه. یا لااقل اگه استفاده نمی کنی کنارگیری بکن، این شغل رو بذار کنار. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به مشنگه گفتن که چرا خودکشی کردی، افسرده ای؟ مشنگه گفت نه خیلی هم حالم خوبه، هیچ مشکلی هم ندارم، ولی میخواستم تو اوج خداحافظی کنم. حالا تو همین اوجی که هستیم برنامه رو تموم میکنیم، خداحافظی میکنیم تا سقوط شروع نشده. اگه